درود بر شما. جمهوری اسلامی برای مشروعیت نه به تو نه به ما، نه به خودی نه به غیر خودی، هیچ رحمی نمیکنه. همونجوری که 4 سال پیش 176 ایرانی عزیز و این روسا با ما موشک مستقیم به هواپیمای اوکراین سرنگون کرد برای ماندگار شدن در حکومتش زبایی بیشتر، و 4 سال بعد از آن که میخواست انتقام سخت بگیره دوباره در مراسم قاسم سلیمانی از خودزنی کرد و صدها نفر رو با بمب کش و مجروح کرد که شاید سبایی بیشتر بمونه و مشروعیت بگیره برای انتخابات دروغیش و برای ماندگار شدن در نظامش. چرا؟ چون زینب سلیمانی گفت درخت انقلاب احتیاج به خون داره، چون نوه خمینی گفت این خونها ما رو به هم نزدیک میکنه، و چون خود خمینی گفت اگر کافر دیواری از مسلمانان ساخت برای حفظ نظام می شود مسلمانان را کشت، آنها به بهشت می روند، کافران به جهنم. دیگه چگونه باید به شما بگن که شما را نابود میکنن؟ چشاتون رو باز کنین. جمهوری اسلامی تا روزی که هست ظلم و جنایت خواهد کرد. پاینده ایران.